به نام خدا. اوسنه خواجه خضر. باری بود باری نبود، جز خدا غمخواری نبود. زنی بود دختری داشت و دیگه او یاری نبود. مونس تنهایی و رنج و غمش دختره بود، همه جا همدل و یار و همدمش دختره بود. آرزوش ای بود که او شوهری خوب داشته بشه، شوهری نجیب بشه، جور او رو خوب بکشه. دست به دستش بدن و کنار داماد بشینه، تا نمرده لااقل عروسی او رو ببینه. کار او تو مسجدا همیشه بود نذر و دعا، که سفید بختی دختر رو بگیره از خدا. پای قلیون از زنای همسایه شنیده بود، شایدم نمونش با دوتا چشماش دیده بود، که اگر کسی 40 روز تموم صبح سحر وخزه آرومک و بی سر صدا و بی خبر در حولی ره تمیز آب پاشی جارو بکنه، از این راز و مطلبم به هیچ کسی دم نزنه. اگه از این کار نره خسته و آروم بشینه، صبح روز 40 خواجه خضر میبینه. خواجه هر حاجتی که داشته بشه بدون شک مده، اما نباید تو نیتش بشه کلک. از دو روز نظافت در خانه بود پای زنه، تا 40 روز صبح زود اویم پیش از نقارخانه. صبح روز 40 از اتفاق روزگار، نتونست به موقع از خواب بخزر نشد بیدار. چون به خواب ماند او روز و خواجه خضر را ندید، دیگه شد از خودش و از همه جا او ناامید. شب و روز کار او گریه بود و شیون و دعا، از ته دلش مگفت همش خدا خدا خدا. از قضا یک پسر تاجر او دختر دید، خوشش آمد و نشستن همه به گفت و شنید. پسر مؤمن و با خدا بود و اهل نماز، وضع مالیشم خوب و از مال دنیا بی نیاز. پای هم می آمدن دختره‌ام پاک و ملوس، هر دوتا خوب و نجیب، هم داماد هم تازه عروس. آخرش از دعا و نیت پاک پیرزنه، شد سفید بخت و نمان دختر او توی خانه.